همه میشناسین فشار آبتون کم شده، میریم پمپ میخرین، روش هم یه دونه ست کنترله. گاهی تق تق قطع و وصل میکنه، گاهی قطع میشه دیگه وصل نمیکنه، گاهی یک سره پمپو نگه میداره، پمپو میسوزونه. بریم ببینیم توش چیه، چه خبره و چرا از این بازی‌ها در میاره. راستی همین الان لایکو بزن، بفرست واسه رفیقات، یه عالم مطلب خوب دارم. کار ما آموزش تعمیرات لوازم خانگیه. اگه میخوای همه لوازم آشپزخونه رو از اون گرونترین تا ارزونترین خودت بتونی تعمیر کنی، عدد 55 رو برام بفرست. همه این پیچا رو باز میکنیم. اینجا چی داریم؟ یه دیافراگم داریم با یه فنر پشتش. این درم هیچ خاصی دیگه نداره. این سوپاپو میبینین اگر پمپتون هی خاموش و روشن میشه، یا این نشتی داره یا یه جایی مثلا لوله هاتون ترکیده یا یه شیری چکه میکنه که هی آب این محفظه خالی میشه و پمپ میاد توی مدار فشار رو تامین میکنه و دوباره روز از نو روزی از نو تق تق هی پمپ قطع و وصل میشه. این چجوری کار میکنه؟ یه دیافراگم اینجا داریم، فشار این محفظه که میره بالا این میاد عقب‌تر، یه دونه آهنربا اینجا داریم و یه دونه رید سویچ این داخل داریم. این سوراخ می‌بینید. مطلب بعدی، از کجا این ست کنترل میفهمه که آب در جریان هستش؟ از طریق این فلو سویچ. ببینید این فلو سویچ وقتی که شما شیر آبو باز میکنین میاد بالا، یه آهنربا اینجا داره، یه رید سویچ هم این پشت داره که از طریق اون میفهمه که شما شیر آبو باز کردین. حالا میریم باهاش شوخی میکنیم ببینیم لذتشو ببریم. بریم این قسمت هم باز کنم بهتون نشون بدم. خوب نگاه کنیم. یه رید سویچ اینجا داره که مال فلومتره، فلو سویچشه. یه رید سویچ هم اینجا داره که مال اون دیافراگم هستش. این فوق‌العاده حالش بد بود. این جزء بد تعمیرترینشون بود. نگاه کنید توی زمستون آب یخ زده بود، اینجا رو کلا ترکونده بود و اصلا این فلو سویچش هم نابود شده بود دیگه، تکون نمیخورده. ببین دیگه این صدا رو ما نداشتیم. این فلو سویچ که همه رو نگاه کنید توری گذاشتم و درستش کردم. فیلم کاملش توی یوتیوب هستش، حتما ببینید. چسب 1 2 3 کاری که قبلا روش انجام شده رو میتراشیم، چون میخوام همه جاشو تا جایی که میتونم جوش پلاستیک بدم. رید سویچ همونو بریزیم بیرون. یه دونه رید سویچ ظریف نو برمیداریم و میذاریم. حواسمون باشه که این سر و تهش رو یه ذره خم کنیم، از اینجا میشکنه. مثلا ما اینو میخوایم اینجا بذاریم. اوکی، همین خوراکه.